салом бинандаҳои торнамои радиои озодӣ. меҳмони имрӯзи барномаи мо ҳастанд ғизол иноят, овозхони маъруфи афғон ки имрӯзҳо дар тоҷикистон ҳастанд. хуш омадед ба барнома. ва шунидем ки имсол дар тоҷикистон аз овозхонҳои берун аз кишвар ягона шумо ҳастед ки дар наврӯз ва инам се рӯз کنسرت دارید. قسمی که شما گفتین خوشبختانه امسال ما یگانه هنرمند افغان هستم که به کشور زیبای تاجیکستان برای اجرای کنسرت آمدیم. البته هنرمندای دیگه ما به دیگه نقاط دنیا مصروف کنسرت های خود هستن و من خوشبختانه امسال نوروز با مردم شریف تاجیکستان سپری میکنم. اصلا این کنسرت شما هم مشترک است با صدرالدین نجمیدین و ایده از کی بود؟ از شما یا از صدرالدین؟ روبرو شدن ما با صدرالدین نجمیدین از طریق خیام انترتینمنت صورت گرفته. پس ایده‌ای گذاشتن کنسرت هم از همین کمپانی بزرگ است. و غزال هم با ترانه جانی من که با صدرالدین از کرامت الله قربان بازخوانی شده بود در تاجیکستان معروفیتی بیشتر کسب کرده است. من فکر میکنم این ترانه از قبل در قلب مردم بود و در زمانی که استاد کرامت الله یا آهنگ سروده بودن با هنرمند خوش آواز دیگه خانم شیرین ما، این ترانه در همون زمان هم خیلی معروف بود. البته کل کردیت به خود نمیگیریم، ما فقط بازخوانی کردیم برای اینکه این ترانه به یاد ماندنی بود، فقط تازه شود در ذهن مردم که خوشبختانه مردم شریف تاجیکستان بسیار گرم استقبال کردن از این ترانه. جان من قربانیت خندیدن و نازیدنت شما هم که امروزها در تاجیکستان هستید، تاجیکستان رو چگونه تصور میکردید و واقعا دیدید اون چیزی که تصور داشتید؟ قبل از اینکه من داخل تاجیکستان بیایم فکر میکردم شاید مثل ممالک دیگه که میریم تاجیکستان هم مثل از او باشه، ولی وقتی که من داخل تاجیکستان آمدم مهمان نوازی مردم تاجیکستان دیدم و استقبالشان و هنر دوستیشان و صنعت دوستیشان واقعا مدیون شدم. برای یک زنی آوازخوان در افغانستان چی مرحله ها پشت سر می شود که تواند موفق شود روی صحنه براید؟ چون خودتان هم که اونجا هستید، شما در کابل بزرگ شدید نه؟ ما کاملا یا تماما داخل افغانستان نبودیم. ما پیدایشم داخل افغانستان شده، تقریبا 6 ساله بودیم که از افغانستان بیرون شدیم و پاکستان بزرگ شدیم در دوران مهاجرت و دوباره پس وقتی که به افغانستان آمدیم ما به اصطلاح در مرحله بودیم که تحصیلاتم همش تمام شده بود و 6 سال دیگه داخل افغانستان سپری کردیم، بعدش پس طرف کانادا رفتیم. خب ما زیاد نبودیم داخل افغانستان. خب البته در ابتدا وقتی که ما شروع کردم، اگر شما در جریان باشین، ما پت میخواندم، چهره ما را کسی ندیده بود، فقط آواز از ما بود و از طریق رادیو از طریق تلویزیون ها نشر میشد، ولی اودیو میخوندید؟ فقط اودیو بود. بله البته ویدیوهایم بود ولی در تصویر من ظاهر نمیشدم، کسای دیگه بودن، مدل‌ها بودن که ظاهر میشدن. او زمان یک ذره شرایط وخیم‌تر بود برای اینکه یک دختر خانم داخل افغانستان زندگی کنه و بیرون شوه. من البته از فامیل خود هم هراس داشتم و مشکلات بود. امی فعلا وقتی است که اونقدر کامپتیشن بالا نیست، مثلا هر کسی میتونه که بیاید، البته با استعدادی که داره، استعداد ضروری است، انشالله میتونه به یک جای برسه. غزال، امروز شما در تاجیکستان هم مخلصانی زیاد دارید و شاید آنها میخوان دانند که شما در چگونه عائله بزرگ شدید و فرزندی چندمی خانواده هستید؟ ما خوشبختانه فرزند ارشد فامیل هستم. 3 خواهر هستیم و 2 برادر. البته خواهرها بزرگ است، بعدش 2 برادر و پدر و مادر ما ژورنالیست بودن در داخل افغانستان. شما برنده میگین فکر کنم. و خوشبختانه از یک فامیل تحصیل کرده هستم که همشان در دوایر دولتی کار میکردن و هنردوست و هنرپرور هستن. اگر مکتب موسیقی گذاشتید یا خودآموزی کردید؟ متاسفانه دو شرایطی که ما زندگی کردیم داخل افغانستان و شرایط جنگ بود و دوران مهاجرت ها اصلا زمینه مساعد نشده که ما مکتب موسیقی بخوانم، ولی بسیار زیاد علاقمند هستم که هی کار ما مسلکی بخوانم یا حرفه‌ای بخوانم، برای اینکه
فکر میکنم بعضی باریکی های وجود داره که باید آدم او را مسلکی بفهمه. مسئولیت بسیار بزرگ است. کدام سال شروع کرده در آوازخوانی رو؟ ما سال 2008 شروع کردیم، ولی اما مشکلاتی که من داشتم و در پرده تلویزیون مظاهر نمیشدم. فقط من میرفتم یک سرود میخواندم، باز 6 ماه 7 ماه دور می بودم، باز می آمدم یک سرود میخواندم. اینطور متواتر کار من نبود، مثل که حال ما پیگیری میکردم از کار خود، اینطور نبود. به اون لحاظ آهنگای ما قدر زیاد نیست، ولی کم است، خوب آهنگ است. شاید برای بیننده های ما هم یک سرود زمزمه میکنید. دلم اسیر دام تو، با وعده های خام تو، کردم همه جوانیم ای بی وفا به نام تو. غزال چی نقشه ها دارند و آیا تصمیم بنیاد کردن آهیله را ندارند امروز اگر برای بیننده های ما هم جالب تر هستید؟ هر کسی که میگه من تا آخر ازدواج نمیکنم، فکر کنم که کمک مبالغه میکنه و زندگی بدون عشق هم نمیشه. من فقط منتظر هستم که اگر امو شخصی که من احساس میکنم که واقعا باید زندگی رم روش سپری کنم اگر پیدا شود، چرا نه؟ مگر به زودی ها نه، خاطر از اینکه فعلا ما فقط عاشق هنر خود هستم و میخوایم که یک ذره زیادتر خدمت به علاقمندای صدا و هنر خود بکنم. ان شاء الله باز آیله دار هنوز جوان هستیم. نوروزتون مبارک باشد و تمنای شما چی هست در نوروز امسال؟ یک جهان سپاس. نوروز به شما هم مبارک باشه، به همه دستاندرکاران تلویزیون زیبایتان و برای بیننده‌های عزیز. فقط آرزو میکنم که همه بیننده‌های عزیز که این حال از طریق پرده تلویزیون ما را تماشا دارن، سال نو، آغاز نو و بهار نو زیبا داشته باشن و زندگیشان با این سال یک رونق دیگه بگیره، برکت، عزت و آبرو نصیب همتان شود. خوشبختی و سلامتی نصیبتان شود.